حضرت عمر یک انسان ملهمی بود، آخرم در محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود، خنجر ناجوان مردانه یک ایرانی مجوسی متظاهر به دوستی که در مدینه زندگی میکرد، تو نماز از پشت خنجر دولبی داشت، دولبشو زهرآلود کرده بود. وقتی که ضربه خورد گفت نگاه بکنی کی منو ضربه زده؟ گفتن یک مجوسیه. گفت الحمدلله، دعاش مستجاب شد دیگه. فهمید که کارش تمومه، اون دعاش مستجاب شده، شهادت در راه خودت و دفن در شهر پیامبرت. دست و پا زد، تلاش کرد، ساکت ننشست، دلش هوای دفن شدن